أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. در آستانه اربعین حسینی قرار داریم که زوار آن حضرت سیلاسا از اقصا نقاط عالم به سمت کربلای معلا و باقی عتبات مقدسه عراق در حرکتند. لذا اولا عزای سید الشهدا علیه السلام را به محضر مقدس صاحب عزا مولا و سرورمان امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا و به همه شیعیان عزاداران موالیان آن حضرت تسلیت و تعزیت عرض نموده و سرسلامتی و تعجیل فرج امام زمان علیه السلام را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم. و ثانیاً روایتی را که انتخاب نمودم به خوانش میگیرم تا به موقعیت و جایگاه زیارت و زوار سید الشهدا و زائر سید الشهدا علیه السلام پی ببریم و لطف و عنایت خاصه امام صادق علیه السلام، امام معصوم علیه السلام را نسبت به شیعیان و موالیان و زوار سید الشهدا علیه السلام آگاه شویم تا شاید اعمال و رفتارمان را متناسب با این ظرفیت قرار داده و از این فرصت بهره وافی و کافی را ببریم. روایتی را که انتخاب کردم از کتاب شریف ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم شیخ صدوق رحمت الله تعالی علیه است که در تحت عنوان ثواب و منظار قبر الحسین علیه السلام آمده. روایت شماره 333 عن معاویه بن وهب قال دخلت على ابي عبد الله علیه السلام وهو في مصلاه فجلست حتى قضى صلاته فسمعته وهو يناجي ربه ويقول. راوی معاویه بن وهب هست، میگه بر امام صادق علیه السلام وارد شدم و اون حضرت در مصلای خودش، در محل نماز خودش مشغول به عبادت بود. پس نشستم تا اینکه نماز حضرت تمام شد و اون حضرت این گونه مناجات میکرد پروردگارش را و میفرمود یا من خصنا بالکرامت و وعدنا الشفاعه، ای که اختصاص دادی ما را به کرامت و به ما وعده شفاعت دادی و حملنا الرساله و جعلنا ورثة الانبیاء، پیام رسالت را به عهده ما نهادی و جعلنا ورثة الانبیاء و ما را میراثدار انبیا و پیامبران قرار دادی و ختم بنا الامم السالفه، پیامبران امتهای پیشین را با ما ختم نمودی و خصنا بالوصیت، ما را به وصیت و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اختصاص دادی و اعطانا علم ما مضى و علم ما بقی و جعل افئدة من الناس تهوی الینا، و به ما ارزانی داشتی علم گذشتگان و علم ما بقیه و علم آنچه که از وابستین و با آیندگان است و جعل افئدة من الناس تهوی الینا، و دلهای از مردم را شیفته ما ساختی. اغفر لی و لاخوانی و زوار قبر الحسین ابن علی صلوات الله علیهما الذين انفقوا اموالهم و اشخصوا ابدانهم رغبة فی برنا و رجاء لما عندك فی صلتنا. خدایا
ببخشا، اغفرلی، ببخشا بر من و بر برادرانم و بر زوار قبر حسین ابن علی صلوات الله علیهما، الذین انفقوا اموالهم، او کسانی که انفاق کردن اموال خودشان را، و اشخصوا ابدانهم، به سوی ما رهسپار شدند، رغبتا فی برنا، به خاطر او اشتیاقی که در نیکی به ما داشتند، و رجاء لما عندک فی صلتنا، و به خاطر به امید به پاداش، رجاء لما عندک فی صلتنا، و امید به پاداش هایی که در دوستی و پیوند ما در نزد تو است، و سرورا ادخلوه علی نبیک، یعنی انفاق اموال کردن به سوی ما رهسپار شدن به خاطری که داخل کنن سرور را بر نبیت محمد صلی الله علیه و آله وسلم، و اجابتا منهم لامرنا، این کارا را کردن به خاطر اجابت کردن اونها امر و دستور ما را، و غیظا ادخلوه علی عدونا، و غیظی را که داخل کردن اونها بر دشمنان ما، ارادوا بذلک رضوانک، خدایا اینها خواستن اراده کردن بذالک، به این رهسپاری، به این انفاق گری با اموالشان، به این شیوه و شکل، به این نحوه اراده کردن با این کارها رضوان تو را، خوشنودی تو را، فکافهم عنا بالرضوان، پس جزا بده خدایا اونها را به سبب ما به رضوان خودت، واکلأهم باللیل و النهار، و حفظ نما اونها را در شب و روز، واخلف علی اهالیهم و اولادهم الذین خلفوا به احسن الخلف، و جانشین باش خدایا بر خانواده های اونها و اولاد اونها، الذین خلفوا، او اولاد و خانواده هایی که پشت سرشان باقی مانده، به احسن الخلف، به بهترین جانشینی، و اصحبهم وکفهم شر کل جبار عنید، و همراه اونها باش، وکفهم، و کفایت کن اونها را، شر و بدی هر جبار و گردن فراز عنید و خیره سر را، و کل ضعیف، و همینطور همراه اونها باش و کفایت کن اونها را، شر هر جبار و شر هر ضعیف از مخلوقاتت را، و شر هر توانمند را، و شر شیاطین الانس و الجن، و شر شیطانهای انسی و جنی را، و اعطهم افضل ما املوا منک فی غربتهم عن اوطانهم، و ما آثرونا علی ابنائهم و اهالیهم و قراباتهم، خدایا اعطهم، عطا کن اونها را، افضل ما املوا منک، بهتر از آنچه را که املوا منک، از تو آرزو کردن از تو، به سبب غربتشان از وطنهایشان، و به خاطر برگزیدن ما بر ابنائهم، بر فرزندانشان و اهالی و قرابات و خویشانشان. اللهم ان اعداءنا آبوا علیهم خروجهم فلم ینههم ذلك عن النهوض و الشخوص الینا خلافا علیهم، بار خدایا به درستی دشمنان ما آبوا علیهم، خورده میگیرند بر اونها خروجشان را، فلم ینههم، پس باز نداشته است اونها را ذالک، این خوردگیری دشمنان ما، از راه سپاری به سوی ما، یعنی وقتی دوستان موالیان ما حرکت میکنند به سوی ما، به زیارت ما میآیند، و هنگامی که بر میگردند به اوطانشان، دشمنان ما بر اونها خورده میگیرند، اونها را مسخره میکنند، ولکن این خوردگیری اونها باز نمیدارن اونها را از زیارت و از آمدن به سوی ما. فرحم تلک الوجوه التي غیرها الشمس، بار خدایا پس رحم کن، تلک الوجوه التي غیرتها الشمس، اون صورتهایی را که تغییر داده است اونها را خورشید، وارحم تلک الخدود التي تقلبت على قبر ابی عبدالله علیه السلام، و رحم کن اون صورتهایی را که گذاشته شده است بر قبر ابی عبدالله علیه السلام،
وارحم تلك الاعین التي جرت دموعها رحمة لنا، و رحم کن اون چشمهای را که جاری شده است دموعها رحمة لنا، اشک اون چشمها به خاطر مهرورزی بر ما اهل بیت علیهم السلام. وارحم تلك القلوب التي جزعت و احترقت لنا، بار خدایا رحم کن اون دلهایی را که بیقراری کرده است و احترقت لنا و شعله می کشد برای ما اهل بیت علیهم السلام. وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، و رحم کن اون صرخه و ناله ای را که بوده است برای ما اهل بیت علیهم السلام. اللهم انی استودعک تلك الانفس و تلك الابدان حتی ترویهم من الحوض یوم العطش، بار خدایا انی استودعک، من به امانت میگذارم، استودعک امانت میگذارم به تو، تلک الانفس اون جانها و تلک الابدان اون بدنها را، حتی ترویهم تا اینکه سیراب کنی تو اونها را از حوض در روز عطش در روز قیامت. فما زال صلوات الله علیه یدعو بهذا الدعاء و هو ساجد. راوی میگه پس همچنان امام علیه السلام دعا میکرد به این دعا و حالون که او در سجده بود. فلما انصرف قلت له، پس چون که تمام کرد دعا و نمازش را، قلت له گفتم من برای اون امام علیه السلام، جعلت فداک، فدای تو شوم اماما، لو ان هذا الذي سمعته منك كان لمن لا يعرف الله لظننت ان النار لا تطعم منه شيئا ابدا. فدایت شوم امام من، اگه این حرفایی را که از شما شنیدم بود برای اون کسی که اصلا خدا را نمی شناخت، لظننت، هر آینه فکر می کردم که آتش نمی سوزاند از اون کس هیچ چیزی را ابدا. والله لقد تمنیت انی کنت زرته ولم احج، قسم به خدا آرزو کردم که من به زیارت امام حسین می رفتم و حج نمی کردم. فقال لی ما اقربك منه فما الذي يمنعك عن زیارته یا معاویه ولم تدع ذلك. پس امام علیه السلام فرمودن برای من، ما اقربک منه، تو که نزدیکی به امام حسین، به زیارت امام حسین، پس چه چیزی منع میکند تو را از زیارت امام یا معاویه؟ و لم تدع ذلك، و چرا وامیگذاری، چرا نمیری به زیارت امام حسین السلام؟ قلت جعلت فداک لم ادر ان الامر یبلغ هذا كله، گفتم که فدایت شوم، نمیدانستم که امر به این درجه از اهمیت قرار داره. فقال یا معاویه و من یدعو لزواره فی السماء اکثر ممن یدعو لهم فی الارض. پس امام فرمود که کسانی که دعا میکنن برای زوار سید الشهدا علیه السلام در آسمان بیشتر از اون کسانی است که دعا میکند برای اونها در زمین. لا تدعه لخوف من احد فمن ترکه لخوف رأى من الحسرة ما يتمنى ان قبره کان بیده. لا تدعه یعنی وانگذار زیارت را برای ترس از احدی. فمن ترکه، پس کسی که ترک کند زیارت امام حسین علیه السلام را برای ترس، رأى من الحسرت، می بیند از حسرت اون مقداری را که آرزو می کند که گورش در دستش می بود. یعنی اینقدر حسرت می خوره که میگه کاش گورم به دست خودم می بود، الان خودم رو هلاک می کردم و این ثواب و این زیارت از من فوت نمی شد. اما تحب ان یرى الله شخصك و سوادك فی من یدعو له رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا دوست نداری ان یرى الله، این که ببیند خداوند پیکری تو را و سوادک و تن تو را در بین کسانی که دعا میکند برای اونها پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم؟ اما تحب ان تكون غدا فی من تصافحه الملائکه، آیا دوست نداری این که بوده باشی فردا
در بین کسانی که مصافحت می کند اونها را ملائکه؟ اما تحب ان تكون غدا فی من یأتی و لیس علیه ذنب فیتبع به؟ آیا دوست ندارین که بوده باشی فردا در بین کسانی که می آیند و نیستند بر آنها گناهی تا به آن بازخواست شوند؟ اما تحب ان تكون غدا فی من یصافح رسول الله؟ آیا دوست ندارین که بوده باشی فردا در بین کسانی که مصافحت می کند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را؟ این بود این روایت تا آخرش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.